نمیتونم. به هر حال خیلی برای من سخته و قلب من میشکنه. میلیون ها آدم به من فحش دادن. اون عکس و فیلم ها رو خودت پخش کردی یا اگر پخش کردی هدفت از اون پخش کردن عکس و فیلم ها چی بوده؟ اون که تو استخر و اینا بود. از خداوند طلب بخشش کنید برای این عزیز. داستان از اونجا شروع میشه که آبراهام میگه بابا من نبودم، پخش عکسای بی حجاب ویدیو کار من نیست. از اون طرفم مدگل ترکونده توی استوریاش، هیتراشو قشنگ گذاشته سر کار. حالا سوال اینجاست، واقعا هرسش گرفته یا داره با خونسردی هیتراشو ضایع میکنه؟ بعد از اونم فیمس حاجی حسابی جوش آورده، انگار یه دل پر از ترامپ و رفقای ایرانیش داره. یعنی اوضاع ترکیده ها. و اما سورپرایز ماجرا، سحر قریشی هم انگار فیلش یاد هندستون کرده. ولی صبر کن، داستان وقتی عجیب تر میشه که سحر اومده و گفته خواهش میکنم تتلو رو ببخشید، فقط قبل از اینکه پلی کنی یه لایک خفن بزن، کامنت یادت نره و اگه هنوز سابسکرایب نکردی همین الان دکمهش رو بزن. حواشی پلاس همیشه براتون پر از سوژه های داغه. واقعا خانواده ویدا به تو بد کردم؟ بد که نکردم، ما با هم نون و نمک خوردیم. من به پدر ویدا همیشه میگفتم بابا، به مادرش هم میگفتم مادر، چون پدرش روز اولی که منو دعوت کردن خونه‌شون من گفت من دوست داشتم همیشه یه پسرم داشته باشم، مثل پسر منی. و من از اون روز بهش گفتم پدر، ولی بعدی به من نکردم. من نون و نمک باشون خوردم و همیشه هم حرمت نون و نمکشون نگه داشتم. حتی وقتی هم که ایران نبودم مادرش زنگ زد به آقا سجاد که پشت دوربین نشسته، گفت که با آبراهام بگو مصاحبه نکنه، تن دختر من تو گور نلرزونه. و در صورتی که مثلا نمیخواستم چیزی راجع به ویدا بگم، ولی من به احترام پدر مادرش و علل خصوص به احترام ویدا هیچ صحبتی نکردم. ولی خودشون اومدن جلوی دوربین یه حرفایی زدن که اصلا درست نبود و مثلا گفتن که من فرار کردم. من الان کجا نشستم؟ آدمی که فرار کنه میاد برمیگرده. یا گفتن غیر قانونی از کشور خارج شده، یا گفتن تحت تعقیبه و من انتظار ازشون نداشتم. چند ماه پیش یه تعداد عکس و فیلم‌های حالا بی‌حجابی پخش شد. اون عکس و فیلم‌ها رو خودت پخش کردی یا اگر پخش کردی هدفت از اون پخش کردن عکس و فیلم‌ها چی بوده؟ اون که تو استخر و اینا بود. اون عکس و فیلمایی که شما میگی اولا اینکه پخش شده بود تو گوشی‌های مرحوم بود. گوشی‌هاش هم که من زیر دوربین کلانتری تحویل پدرش دادم. بعد من یکی از این ویدیوها رو از تو اکسپلور دانلود کردم، استوری کردم. بعدم که حجابی که میگی شما شاید یه روسری سر ویدا نبودم. توی این مدت اگه بخوای یکی رو نبخشی یا یه کسی که خیلی اذیتت کرد و بابتش ناراحتی، اون شخص کسی هست؟ شخص شخصیت زناولی. شما که ما زندگی کرده بودی داستان ما رو میدونستی، از شما توقع نداشتم. مردم که باید بگن، مردم خودش حق دارن، ندیدن ما رو میشنم. ولی توی که منو زندگی کردی، تو خونه زندگی ما بودی، با ما زندگی کردی، میدونی داستان ما چطور باید میمادی یه جور دیگه داستان رو ورق میزدی. بعد خلاصه دیگه آدم اینجوری شد. انشالله خدا ببخشتت، ما که نمیبخشیم. ویدا به پیمان میگفت اماغلی، یعنی پسرم، ولی من همیشه به اسم پدر صدا میکرد، چون من واقعا براش پدری میکردم خداییش. و من هیچ وقت عذاب وجدانی راجع به ویدا ندارم، چون هیچی واسش کم نداشتم. دلیل اصلی که اومدم ایران مادرم بود، خانواده‌ام بود. مادر من مریضی ناراحتی قلبی داره و من 10 روز بعد اینکه ایران بودم شما اومدی مصاحبه کردید. من 10 روز ایران بودم، هیچ خبر نداشتم، فقط خانواده‌ام میدونستم. بعد شما اومدی بعد 10 روز مصاحبه کردید با هم، گفتید دیپورت شد و این داستان. من خدا وکیلی اگه بخوام مثلا جای ویدا رو بدم به یکی میدم 10 لول از ویدا بالاتر باشه. یه تارموی ویدا رو من به این خانم نه 100,000 تا از این خانم همسنم نمیدم و نخواهم داد. تا حالا سر خاک ویدا رفتی؟ تا حالا سر خاک ویدا نرفتم. نه. چرا؟ آشناهامون فرستادم رفتم، از نمایندگی از من سلام ابلاغ کردم بهش. چرا نرفتم؟ چون که روزی که من پدر مادرم فرستادم برن درب خونه ویدا اینا، درب رو روی پدر مادرم باز نکردم خانواده‌اش. بعد از اونجا رفتن سر خاک ویدا و اونجا دیگه دوستان آشنای ویدا با انواع اقسام سلاح‌های سر ریختن سر پدر من جلوی مادرم و برادر کوچیک‌ترم. به خاطر این قرب کردم دیگه از اون مکان
بچه‌ها لطفاً اگه که دایره هستید من آنفالو کنید، چون من یک مربع نصف لای شما دایره ها هستم. ببین من تحسین میکنم، خب همیشه اون کسی که تلاش میکنه به رویاهاش بره من هیچ وقت مسخره نمیکنم. واسه همین اگه رویای میلیونی شدن دارین پیش به سویش برین، فقط کامنت نذارین با 45 تا فالوور که عشق میلیونی داری. اینجاست که با مشکل میخوری، آدم باش. والا فقط خداوند توی جایگاه قضاوت نشسته. اما اینو بگم عاشق صداقت اونیم که خودش نوشته تو پروفایلش فاقد انسانیت. با خودش رو راسته، فاقد انسانیت، بعد که فوش میده نوش جونشه. میدونی نمیتونم. یه چیز خیلی مهم راجع به این خنده هایی که کردیم بهتون بگم. یه بار روانشناس من بهم گفتش که بدترین جلسه هایی که تا حالا داشته که طرف رو از خودکشی نجات داده جلسه هایی بوده که توش از همه بیشتر با هم دیگه خندیدن. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که بعضی موقع اگه بتونی به دردهای سنگینی که وارد زندگیت میشه طنز رو وارد بکنی و از دیدگاه طنز بتونی بهش نگاه بکنی، یه بار خیلی سنگینی رو از رو دوش خودت میتونی برداری. اصلا یه چیزیه که خیلی شفادهنده است خندیدن. مهمه که تو زندگی جدی باشی و با یه سری مسائل جدی برخورد بکنی، اما درد قلب رو یهو سبک میکنه. واسه همین اگه امروز خندیدین با من، به این نگاه بکنین که چه موقعی میتونین طنز رو وارد زندگیتون بکنین که درد رو از خودتون دور بکنین. یعنی ما اینجا نشستیم ملت رو مسخره کنیم. هدف من از این کار اینه که به هر حال خیلی برای من سخته و قلب من میشکنه. میلیون ها آدم به من فوش دادن، اما تونستم با خیلی چیزا اینو برای خودم حل بکنم. بخشش یکی از بزرگتریناش بوده، درک یکی از بزرگتریناش بوده. اما طنز، من امروز میتونستم بشینم کامنت بخونم، قصه بخورم، یا میتونستم با شماها که دوستم دارین که با هم میخندیم بیام یکم بخندیم، یکم سبک کنیم جواب. میدونی به چی میگم؟ و هم از شما ممنونم که هستین، هم دوست دارم شما از این استفاده بکنین، نه از بدجنسی، نه که بریم به یارو بخندیم نه، اما اینکه به خودت داری کمک میکنی، باید به هر حال یه راهی پیدا کنی به خودت کمک کنی دیگه. از تایمی که ترامپ رئیس جمهور شده اکثر دایرکتایی که من از ایرانیای اینجا میگیرم این شکلیه، شاید باورتون نشه، که با ایموجی خنده و رقص و خوشحالی که آخ جان شما دارید دیپورت میشید، یعنی خوشحالن از این داستان. اینو دارم با اون افرادی میگم که فکر میکنم میان خارج از کشور و ایرانی‌ها دستشون رو میگیرن و بهشون کمک میکنن. البته اینم بگم که من آدم خوبم کم ندیدم ولی اکثریت این شکلی هست. حالا اگه بخوایم از قضیه ترامپ بگذریم، بخواید نظر منو در مورد این داستان دیپورتی و اینا بدونید، ببین دوست عزیز، من الان تازه شده 23 سالم، خب 5 سال شیرین گذشته زندگیم که از بعد 18 سالگی می شده رو کشور هم نابودش کرده. حالا یا با گرونی، یا با دربدری، یا تو این کشور بودن اون کشور بودن، با بدبختی زیاد. بابا اینجا جوون 21 ساله 22 ساله به فکر چیه؟ بعد من ایرانی باید مثلا 12 تا کشور قاچاق می‌بردم که آیا زنده برسم به اینجا یا نرسم. حالا چرا دارم اینو میگم؟ چون دیدی آدم به یه جایی میرسه دیگه هیچی برای از دست دادن نداره. اون الان منم داداش، اون الان دقیقا منم. یعنی بخوام بگن برات میگردونیم 10 سال میکنیم تو زندان ایران، بگن از اینجا باید قاچاقی بری یه کشور دیگه، من اصلا دیگه برام مهم نیست. چون اون 5 سال شیرین، اون 5 سال خوب پر کشید و رفت، دود شد رفت هوا. و اینکه مراقب خودتون باشید، اگه خارج از کشور زندگی میکنید حواستون رو بیشتر جمع کنید. من ازتون خواهش میکنم با این کامنت هایی که میان زیر پستای من میذارید منو ناراحت نمیکنید. من فقط افسوس میخورم بابت این که شما میخواین منو ناراحت بکنید، بابت این که از کسی پیروی بکنید که در یک زمانی که در نور بود، نه زمانی که در تاریکی بود، زمانی که در نور بود جزو اولین کسایی بود که به شما آگاهی داد. من متاسفم برای تک تک شما که هنوز درستون رو یاد نگرفتید. از کلمه و واژه‌های مثبت استفاده بکنید، از خداوند طلب بخشش کنید برای این عزیز. و یک موضوعی بین 2 نفر پیش اومده،
اجازه بدیم بین این 2 نفر حل بشه و هیچ شاهدی و هیچ قاضی بالاتر از خداوند نیست که بخواد در رابطه با این موضوع که بین من و یک عزیز دیگه پیش اومده قضاوت بکنه. از شما میخوام که از دولت، از مردم، از تک تک بزرگانی که صاحب نظر و تریبون دارن تقاضا کنید که ببخشن و آزادی از خداوند آزادی رو بخوام و این آزادی رو من برای تک تک عزیزانی که در بند هستن میخوام، علل خصوص کسانی که پشیمونن. در پناه خدا باشید.